میگویند داملا از بانک ها برای تعمیر خانه کردیت گرفتن از نظر اسلام اجازت است؟ نه فقط برای تعمیر خانه، به یگان کار از بانک ها کردیت گرفتن اجازت نیست. الله تعالی ریبا رو حرام گردانید و احل الله البیع و حرم الربا. الله تعالی خرید و فروش رو حلال گردانید و ریبا رو حرام گردانید. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الی الله. کدام آدمی که وقتی که درباره ریبا وعظ شنید، دانست که ریبا حرام است و بازگشت کرد، توبه کرد، و امره الی الله، امر او به سوی الله است. اگر در توبهش صادق باشه، الله تعالی توبه او را میپذیرد. و من عاد فاولئک اصحاب النار. کسی که بازگشت به ریبا کند، باز ریبا خوری کند یا ریبا گیری کند، اینها مردم دوزخ هستند، اهل دوزخ هستند. هم فیها خالدون. آنها در دوزخ جاویدانی می ایستند. یعنی این بسیار وعید سخت است. و ریبا خوری یکی از 7 گناه های کبیره ترین است، بسیار گناه عظیم است. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفتند که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن آکل الربا و موکله و شاهدیه و کاتبه. این حدیث در صحیح مسلم است و این لفظ ابن ماجه است در سننش. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت کردن ریبا خور را. آن آدمی که پول میدهد به مردم زیاد کرده میگیرد، ریبا خور. آکل و موکل، آن آدمی که ریبا میخوراند، یعنی پول را به ریبا میگیرد. و شاهدیه، آن 2 شاهدی که به عقد ریبا شاهد میشد، و کاتبه و نویسنده اش را. ببینید آن آدمی که عقد می نویسه، عقد خرید و فروش یا عقد ریبا را در بانک ها یا در غیر بانک ها، نویسندش هم پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کرد، یعنی از رحمت الله تعالی دور کردن. الله به اینها رحم نکند، مهربانی نکند. و مسئله ریبا بسیار گناهش عظیم است. درباره کردیت باور کنید هزارها سوال آمده است، درباره ایپوتیک هزارها سوال آمده است. انشالله صحبت علاهیده، نوار علاهیده میکنیم. پرهیز کنید برادرای، هر روزی هستید در این دنیا زنده هستید، 2 روزی زنده هستید، حلال و پاک خورید. حضرت علی گفتن که کل یوم لا نعصی الله فهو لنا عید. هر روزی که گناه نمیکنیم آن روز برای ما عید است. گفتن بعضی علما میگفتن که بعضی انسان ها ریش و مویش در اسلام سفید شد. یعنی چی معنا داره؟ یعنی از ایام کودکی در مسجد به وای رسیده است، دیندار، نمازگزار، قرائت قرآن خوان، نماز تهجد خوان، روزدار، بنده صالح، موی و ریشش سفید شده سو، لیکن سحری و بیگاهی لعنت کرده میشد همین بنده. برای چی؟ برای اینکه ریبا خور است. نه این ریبایی که ریبای نسیه که $100 میتید و $150 یا $120 کرده میگیرید. این ریبا حکمش حرامی کلان است که دربارش انشاءالله صحبت علاهیده میکنیم. از سبب ندانستن احکام شریعت در معامله هاشون ریبا میخورن و لعنت کرده میشن. بنابراین این ریبا بسیار گناهی کبیره است. برکه مالتان، برکه عمرتان، برکه فرزنداتان، همه چیز از دست میتید. خودداری کنید از ریبا گرفتن.